بله شکر خوبی خیریته ها؟ کی آماده؟ کدو برار تو آماده برات تو که لباسا خوارزاده تو میاره کدو برار تو میگم دیون سرگی عباس بیا آماده برات تو که برای مثل لباس البرنجگاه شهر خربزه بیا آماده باشه بابا یلا کنت خوار خوبت چیور نه بابا ما میگم بابا پیاز میکنم نه ما یلا کنت ما بگو برو ما برو خود ما گوشنگی سیانه میکنیم با تو بچی کاری میدی ها با ما هر جا کاروسی بود گپ سخن به تو بده چادر خوب ساخو که برو که برار تو بیامده یلا که با برار خوب بگو خدا کله گنده خوب برای مثلا خدا فکر زحمت نکشی که زنگ نده که برای اصطلاحات میزنم تو برار میامده برات مکن با خوار ماما چون چی میارم با بچه خوار ماما چون چی میارم من میگم هر چی مایم بیارم چین چین چی چی شده این دل چی شاکی شده دیر شده هی دلم برا بله جانجوره شکر شتنی گله اشکو پیازا اشکو میبینم کور نیام شتنی نه کی گفتم خوری شتنی جانجوره خیرته یا راستی جانجوره چه کاره با پیاز میکنیم منال میکنم کمی نگو خیره باشه گله جو که من کله گندی دارم مشکل نیه بفهمیدی کی گفتم کله همه کمه خودت خوشا نه کلمه گندیه نگو بکو ایبر کاجه ایبر کاجه کلمه کاجه مشکل نداره بسته شد وای فرمایش کی من به تو مال کله گند نگفتم یعنی اگه روز اول میفهمیدی خوب خدای ولستی اگه بند رسول الان میگرفتیم تو چره؟ همینه که ما نفهمیدیم که توی آدم تختکن رو دوماد نمستی آدم تختکن بیعقلی عقل دو طال پره نشده ما به تا گوشی میشنیدم همین دادی تو خدایی خیلی هوشیاری بدن اثر رفتی بود اصلا همین اثر رفتی بود که بروز 300 تا خسرون میامد و جواب میدادیم شما همین بیار تو نانه تو 20 دفعه بیامد پیش نانه ما ارز کردیم که می دادیم دختر با دادی همین تو خسرون میامد آخر همین دومات کلگندی یالا چی بگم به خان میفته دیگه لگ دیگه کی ما مال به تو گفتم کلگند که تو می خود تو تا گوشی نشیدم گوشی بلنگو زده بود گوشی لیلا هی گپ میزدی به ایتفون زده بود ایتفون زده بود ایتفون زده بود حال بعض همون ما خطا رفته گناهگریمه که گاهی وقت بسرا میه به تو دایی پولی هم میدم از او بابت خو خیر بینی با از جواد میفهمی حالا به تا پیازا میزنی به پیازا به ترون میزنی سایکو برارمه عباس گوش کن تو سایکو تو هم گاهی وقتی که میای به سلام ماما سلام شما میام ماما دایی میدی درسته اما من چند دفعه طال خوده‌ای به شرطی بگی چند دفعه میامیدی به سلام مرغ ما تخم میکرد گفتی ما چون تخم مرغ خونگی و ما خوبه خوش دارم چند تا تخم مرغ طالب بردی پیش ما و چه کار میشه یک تخم مرغ دو تا تخم مرغ تو برو حالا تو به من چی دادی منه حالا کم بیانم رد دادی خواسته به خوزاده ما رخت میارم از نکا جمع شدن تو باشه برات دادی خب بیان ساعت رو تیر میشه اونجا برو جو پیار ما گفتم اجازه نداری که زن خود به هر جا بگذاری چی نداری اجازه پیار تو گفت خب تو پیار خو نگفتی که زن من اختیار زن خوردارم نه او تو آدم ها به داری پی نمیارزه تو اگه زن داشته باشی به حرف پیار خو نکنی تو من یک دایی لنگی نمیارزی ایلا به حرف پیار خو بگم کی گفتم به حرف پیار خو نکن ولی اختیار زن خورد تو داری آخی چره او تنیه پیار آدم مادر آدم بگه که زن خور به فلسله فلانی نگذار تو بگی من میگذارم تو به اختیار پیار مادر خونی پیار خود به خاطر از اینکه خود پیار من کمی چپ شده بفهمیدی از او هسته میگه نگذار گیلا
حالا یک زنکا جمع شدن به خونه و بیام 5 دقیقه 10 دقیقه میارم با 5 تا میدارم میارم. عباس جو دق نشو بران تو سیکو. بابا من چی شد؟ بابا! نکو خودم هستم خورم میزنم و تا گوش خود و تو گپی. ها زیر درخت. ونه. برو بگو بابا بگو کاکا بگی. زن تو نه، من برو من پیار تو اجازه بگیرم. بابا پیار من گفتم اجازه نداری تا من نمیگم من کلونتونو تا من نمیگم زن خور به سرای رای نکن. بابا سرا مادر خو میره، به سرا پیار خو میره، تو چی رقم آدم میگی لا؟ من میگم اصلا به سرا نوزبات خو برکم منم. اونه بابا من فقط دیشب نون پخته داشتم لم داده خو شده. بخبره اون زیر درخت. خیلی آدم بیعقلی دومات هم هستی. تو بیعقلی تو پیار خود دادی. تو زن تو اجازه را پیار تو بگیرم من. نه مثل که مادر تو بگیرم اجازه. تو مردم گندی بدی خود کلگل نخوا. بابا ملک که به طوری که میشه بیا داده مر بیا رکما میرم و چون رخ میارم. با چی شیر خورین دیر تولد شده. انو تولد نشده رستی. یه بزی رخ میارم بیا بچم چکارک شده فلانک شده. کاکا اشتنی خوبیم خیلی تو بیدار باز منو همیت مونده هستیم فقط میگین شب تا صبح بیداری کردیم خوبیم بخیر سلامت باشی زنده باشی سلامت باشی پیش گیلک بودم کاکا بیا آمده بودم برای داده خو رد کی؟ برای داده خو آمده بودم بیا آمده گیلک زنگ زد من خونه بودم داده من نگدی گفتن نمایه که بری چه کار فران و پیه من نمیگذره با بیا آمدم سر زمینا خودی افتاد کردم گفتم اون خورزدگار خوردم رخت بیانم زنکا دیگه هم هست تو ببرم ساعت تونه تیر میشه گیلک بود خودی من موز جنجال کنه که من پیه من نمیگذاره چه کار فرانه گفتم باشه بیام پیش شما و شما هم بگو یعنی کاکا نمیشه خوره خونه بری چرا؟ بابا اندک کنم کشمش دوم بدارم میبینی رسوبار بخدم میگم بریم فلانی بیاریم بابا یلا کنه دیگه راد مرده که زنکا جمع شدن دیگه مدام زنکا دیگه دادی خور بیاد عروسی گپ زنکا سعی کنی سال بود 12 مگر به عروس به خونه شما باشه خونه کاکو تگا پیاسته که میفهمی بعد چرا من عروسی آوردم خدا بیچاره گفت خیلی برو دادی خورم یه ساعت تی میشه پس سوال میذارم تا نماشو میارم درس اصلا من کار ندارم گیلک میدونه کاریو ما کوئی اجازه نمیدم عجب رسمیه گیلک شما رخ به شما رخ میکنه شما اونجا مثل اگر فوتبال رو شوت میکنه اگر بچو کلون خونه هست یعنی اختیاردار خونه است یعنی بله راست بکوش گفتن نداره دیگه مدیریت خونه بده الله میفهمی خوشو پیار خوب گردو چیه دیگه آدم میه بلا داده خدا میفهمین دختر دل نو تنگ میشه خیلی باشه تا نماشو پس سر میدونم میارم کاکا اجازه نیه پیار اجازه نیه نه اجازه نمیدم خیلی اما گیلک راست گفته که پیار من نمیگذارم کاکا اما در کار میبینی عقیدی میشه خسکده میایم اگر نوروزی میشه خسکده میایم برای اگر جهت به بچه نادون میاره که هنو تولد نشده جلوتا میایم میگن ما داده خورمه برون چی گپ کاکا یلا کن رد ما مردمه که من عروس من زندگی خوب فهمم کار خوب فهمم من اقاش خیلی ورکند فقط بیکار موندی بیدی کجا کجا بخیر سلام چی خاله جون خدا حافظ چی ول داری شو گفر به خدا کجا بیدی
به صلاح دادی خو لیلا بدم باید تو اینجا گم باشم دادی خو بیارم به صلاح خوار خو دیگه دیدم که گیلک ندیشه برفتم پیش پیارم ندیش خدا حساب من خراب شد بخستم پس بیامدم کجا بودی تو؟ به صلاح شما مولر خو بردم آه خب بیا بریم کجا میری؟ میرم بس سردیل ندارم مغز سر منیش بینی پیچی همه چره؟ بابا عموق زردن نیه به صلاح شما که به چی خوده وقت اوتالی خب ما به صلاح نبوده کنه شوخی یا کودکستانیه وقت همی صلاح شما که کودکستانیه ما به صلاح نبوده کنه شوخی میکردم بیا بریم دیگه اتاق خودت میشینی بیا سلم تیر میشه بیا من سردیل ندارم میرم که شکم برگشتگی ولن خب پس بعد مادر خو میایی ها نباش چند شوی بستکم خوار خویت کدم خب بیا بریم حالا بیا نه من نمیام بیا سلم تیر میشه دیوانه بابا من امروز تایم فوتبال گرفتم از 8 تا 9 با میریم به فوتبال تو خوب گوش گشت کجا میری؟ به فوتبال بچه خاله جو شکم خورسه که با فکر شکم باشه و فکر فوتبال نشو برو جو به شکم تو رسه شکم تو خیلی شیره خب شکم مسیر نیم و فوتبال کجا ما برو ما با فکر شکم برو جلوه شکدیل خان کجا بیدی با مثل کمر خوب بسته میکنی مرد به سرا خالی خوب بیدون تو کجا بیدی؟ چی ما به سرا با زن خو نقدیشته بیدی گیله برا جون دیگه البم عرض بریسیم خب نه دیگه سیک او گپی نی حالی چکار میشه بیش خواستی اما گلی ها خوبا خودی پیش خودی گیلنده تو اجیتی عباس تو چیز نکن که تو از اینجا همی تزیخان تو میگنه میزنه متعین پلشیالی که هرچی مگال اول از شنگ پاتو شروع کنه به خورده به مسیر کله تو که برسید بگه تورنمام دیگه به دیونه بگی جمعه که هرچی نگی او کار خود خو میکنه میگه جمعه یگه زنده بشی برو کجا بودی؟ بسر عباس اینا مدر خوب برده بیدون آه بابا یک کار که به 100 کار بیارده میدن خورده بابو چره؟ خب بابو مچوم شاید بابا ما بگ داشته باشه تو اجازه هم برو همون شکم کتی خوره میگه چیر کو بدون اطفاله خب بدون اطفال تو هم بگم اطفالی برو تو چی مرد کنونی گیلم تو اطفالی حالی نانی تو به سرح چه ده؟ به سر عباس اینه خیریت بخیرین خیریت کجا بودیته؟ ای کاکا ما کدای وقت سرگردانو چه کار کنم؟ همی خورزادی عباس چه کار کنم اگه نگم چی بگم اگه بگم چی بگم زن ما پا خورم یک کش کرد کم هر رقم میشه تو مگر ببری به خونه خاله می بردشتم بردم به خونه خاله و بردم که خورزادی از این چون رخ میارم نمیفهمم چی میارم از اینا خود زنکا میفهمم انا برفتم بردم اینجا گاده با پس حرکت کردم من میرم دیگه معامله زنکاه من میرم به سر خانه بوش کردم کمی دوخ کردن گفتم میرم خود خوب ببره عباس پیش من بیام خو که ما خواهر خو میبرم که نقلشم عروس خوب خو زن گیله که من نقلشم چرا به خاطر چی؟ به خاطر که اول میقلشم میگه از پنسیدم میدون دسته که ببره خونه خواهر کاکا از این خواب خیالا قدیم با درش فکر حال باشیم کاکا جو شعر خوب بگذارم این رسم رواجا به درد نمیخوره ما مردم قدیمون راست میگی بفهمیدی شما اختیار خود دارید حالا عروس شما نره پس نه خو خیر باشه کاکا بریم خداحافظ خوش اومدی خوش اومدی